شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال سرشناس حقوق بشر در یکی از گفتگوهاش با روزنامه زود دویچه سایتونگ 17 می 2007 گفت من به طور اتفاقی با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم مرا از لیست موجود در پرونده پاک کنند. لیست به امضای وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دوری نجف آبادی مزین است. این لیست از خیلی پیشتر از دهه 70 تنظیم شده بود و بعضاً اجرا هم شده بود. اسم 70 نفر تو این لیستی که دارین میبینین هست که فقط بخشیشه، فهرست ناقصی است طبیعتاً، کما اینکه ترورها را از سال 63 و ترور تیمسار اویسی ثبت کرده، در حالی که از خیلی قبلش ماشین ترور دولتی جمهوری اسلامی راه افتاده بود. یه نمونه سال 58 بود، ترور شهریار شفیق در فرانسه. باری بسیاری هم بودن البته که اسمشون در لیست تروری که دهه 70 لو رفت بود ولی نشد که کشته بشن. 21 مسافر اتوبوس ارمنستان جزو همینا بودن. منصور کوشان، مجید دانش آراسته، محمود طیاری، کامران جمالی، حسن اصغری، علی باباچاهی، شاپور جورکش، شهریار مندنیپور، محمد علی سپانلو، جواد مجابی، مسعود بهنود، سیروس علی نژاد، امیر حسن چهلتن، به اشتباه نوشته شده امیر حسین چهلتن، بیژن بیجاری، بیژن نجدی، فرشته ساری، محمد علی و 3 تن دیگه که من نمیدونم اسم کیا رو من نخوندم. مسعود طوفان شاید نخوندم اسمشو. و به هر حال آقای فرج سرکوهی مهمان این برنامه صفحه آخرند. آقای سرکوهی خوش آمدید به این برنامه صفحه آخر. نخست بفرمایید که تصمیم به این سفر چگونه گرفته شد؟ این سفر رو من فقط توضیح بدم که 15 مرداد سال 1375 شروع میشه تا 17 مرداد که برمیگردن مسافران به تهران. در واقع این سفر طول میکشه. این 48 ساعت خب خودش داستان یک دنیایی است. خواهش میکنم آقای سرکوهی. سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیز و ممنون از اینکه از من دعوت کردین. بله، این 48 ساعتی گفتین یکی از گفتنی ترین بخش‌های تاریخ معاصر ما هستش. این توضیح رو بدم که در اون موقع ما جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران فعال بود. خب جمهوری اسلامی در سال 60 همه سازمان‌ها و نهادها و احزاب سیاسی رو از بین برده بود و از جمله دفتر کانون نویسندگان رو تعطیل کرده بود و اما نویسندگان و روشنفکران به هر حال دور هم جمع می‌شدن، محافلی داشتند و یکی از این ها جمع مشورتی کانون نویسندگان بود که هر یک ماه یا یک بار یا 2 بار ما دور هم جمع می شدیم و همین جمع مشورتی بود که وقتی سعید سیرجانی رو دستگیر کردن با حدود 60 امضا اعتراض کرد به این دستگیری و همچنین اون متن 134 نویسنده رو با 134 امضا منتشر کردیم که یک انعکاس بسیار زیادی در داخل کشور و در خارج از کشور داشت و به هر حال زمانی این حادثه ارمنستان رخ داد که پرونده جمع مشورتی و اصولا پرونده برخورد با روشنفکران و شورای عالی امنیت ملی داده بود به بخش امنیتی وزارت اطلاعات و قرار بود ماها رو حذف بکنن. داستان از اینجا آغاز شد که یکی از مترجمینی که ایرانی ارمنی به نام آقای آندراک سیمونیان از ارمنستان آمده بود. خب میدونیم که بین ارمنستان ایران هم جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان رابطه خوبی داشت و در این حال از گذشته هم بین فرهنگیان، شاعران، نویسندگان ایرانی و ارمنی رابطه بسیار زیادی است. بسیار از آثار زبان فارسی به ارمنی ترجمه شده. این آمد و گفته بود که کانون نویسندگان، اتحادیه نویسندگان ارمنستان میخواد از تعدادی از نویسندگان ایرانی دعوت بکنه تا به ارمنستان برن سخنرانی بکنن، داستانخوانی و شعرخوانی بکنند. این مسئله رو با آقای منصور کوشان در میون گذاشته بود و آقای علی صدیقی و منصور کوشان عضو جمع مشورتی بود. آمد در جمع این پیشنهاد رو مطرح کرد که نظرخواهی بکنیم، چون در جمع مشورتی همیشه با ما درباره همه چیز با هم دیگه مشورت می‌کردیم. در مجموع ما به این نتیجه رسیدیم که این سفر خوبی خواهد بود. حالا جالب این است که آقای غفار حسینی که بعداً
وزارت اطلاعات اون رو کش در همین پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای. او به شوخی گفتش که اگه شما با اتوبوس برید به ارمنستان، چون با هواپیما امکانش نبود برای که هواپیما هفته یک بار بیشتر نمیرفت و ما قرار بود با اتوبوس بریم، گفت شما رو پرت میکنن از دره پایین و از شر همتون یک جا خلاص میشن، این کارو نکنین. من شخصا به شوخی به غفار حسینی گفتم غفار حسینی تو ذهنت خیلی سناریوی فیلم فارسی می‌نویسی، چون این چیزی اصلا ممکن نیست، منطقی نیست، عملی هم نیست. البته بعداً فهمیدم که حرف او درست بود. به هر حال جمع این سفر رو تصویب کرد، قرار شد که لیستی تهیه بشه که از کسانی که دعوت بشن و قرار شد که دعوت شدگان فقط از جمع مشورتی نباشن، بلکه یک طیف‌های گوناگون رو در بر بگیره، روزنامه‌نویس، نویسنده، مترجم، شاعر و همه طیف‌هایی که در زمینه فرهنگ فعالن. این لیست رو تهیه کرده بودن و بعد از یه عده دعوت کردن، یه عده از اول گفته بودن که نمیاییم، یه عده دعوت رو پذیرفته بودن که البته بعد اونهایی که دعوت رو پذیرفته بودن عده‌ای رو نیامدن که برخی از اونها به طور طبیعی بود، مثل هوشنگ گلشیری در آخرین لحظات اعلام کرد که من نمیام. بعضی‌ها هم به شیوه‌های گوناگون از این لیست بیرون کشیده بودن که من مثلا میدونم به یکی از استادان دانشگاه گفته بودن که تو نرو با اینها سفر، یه آدمای مثل سرکویی هستن، تو بدنام میشی، پروندت برای دانشگاه خوب نیست. خودش بعداً برای من تعریف کرد این استاد دانشگاه. به هر حال وزارت اطلاعات که از همون اول خب ما رو تحت مراقبت و داشت شنود میکرد، همه گفتگوهای ما رو شروع کرد، یه عده‌ای رو از این سفر بیرون آوردن. مثلا به مسعود بهنود ویزا نداده بودن، پاسپورتش رو گرفته بودن، هم به استاد دانشگاه اینطوری گفتن، یه عده‌ای نیامدن. یک موقعی که می‌خواستیم سوار اتوبوس بشیم، آقای توصیرکانی و آقای باهارلو در آخرین لحظه آقای توصیرکانی گفت زنش تصادف کرده، من نیامد. به هر حال عده‌ای از ما سوار شدیم که بریم ارمنستان که همونطور که گفتیم 21 نویسنده بودیم. جالب این هستش که ما برای که مطمئن بشیم که این سفر جدی هست و چون که به هر حال خودم بدوین بودیم، هوشنگ گلشیری قرار شد بره سفارت ارمنستان. او رفت سفارت ارمنستان با معاون سفیر و رایزن فرهنگی سفارت ارمنستان صحبت کرد و اونا گفته بودن بله این دعوت از طرف اتحادیه نویسندگان هست و پاسپورت های ما رو هم گرفتن و به ما ویزای ارمنستان دادن. بنابراین در واقع این سفر جدی بود. اما بعد قرار شد که همه ماها در یه تاریخ معینی در ترمینال بیهقی بریم اونجا سوار اتوبوس بشیم. ترمینال بیهقی رو به این دلیل انتخاب کرده بودن که اتوبوس‌های این شرکت اون موقع خوب بود. در آخرین لحظات به ما زنگ زده شد و گفتن که از طرف آقای کوشان زنگ زدن، البته منشیشون گفتش که محل سفر تغییر کرده و شما به جای ترمینال بیهقی همتون برین ترمینال غرب اونجا برین. من و سپانلو دیر رسیدیم به اونجا و بعد از اونجا ما که می‌خواستیم بپرسیم اتوبوس کجاست، همه اونجا به ما گفتن از اینجا کسی به ارمنستان نمیره، از این ترمینال اصلا هیچ اتوبوسی به ارمنستان نمیره. به هر حال ما پرسان پیدا کردیم، یک اتوبوسی بود که آرم هیچ شرکتی هم روش نبود و اون ته ایستاده بود و به اصطلاح منتظر ما بود تا ما سوار بشیم. حالا ادامه بدم یا اینکه ببینید سوال‌هایی هست این وسط، من می‌ترسم ازتون سوال بکنم و پس بذارید من تا آخر برم بعد شما سوالا رو مطرح کنید. بسیار بعد ما سوار اتوبوس شدیم، اسامی رو شما اعلام کردین. خب اتوبوس به طرف رشت حرکت کرد. حالا وقتی بعدها وقتی من نگاه کردم به نقشه دیدم ما نویسندگان معلومات جغرافیایی خیلی خراب بود، چون اصلا از اون راهی که اون اتوبوس رفت به ارمنستان نمیرن، از یه راه دیگه میرن. این راهی که این اتوبوس رفت مثل این که شما دور بزنین و بخواید به یه جای برید. به هر حال ما رفتیم رشت، چون اونجا هم قرار بود یه عده سوار بشن، سوار شدن، راه افتادیم، شب بود دیگه. پیشا پیش اتوبوس یک ماشین حرکت میکرد که ما هم راجع به این ماشین، چون هیچ وقت اتوبوس رو ترک نمیکرد، ما هم راجع به این ماشین جوک میگفتیم. از جمله جواد مجاوی خیلی جوک میگفت باش. مسعود بهنود منتظر بود که چون با یک کسی تماس گرفته بود در حکومت و گفته بود که پاسپورت من بیخودی گرفتن، اون بهش قول داده بود که شما برو ما پاسپورت تو میفرستیم. اون به شوخی میگفت این پاسپورت منه. بعضی از ما میگفتیم نه، دو سه نفر از اینا که نیومدن به سفر هستند. به هر حال از این شوخی‌ها راجع به اون ماشینی که جلو میرفت، اون ماشین شخصی میکردیم که البته بعداً معلوم شد که در اون ماشین شخصی ماموران وزارت اطلاعات هستند و قرار بوده که محل رو نشون بدن که کجا این راننده ما رو پرت بکنه. وقتی که میرفتیم در یک تونلی در سر راه حادثه‌ای پیش آمد و ما دیدیم که اون ماشین مثلا یک ماشینی که جلو ماشین ما بود پیاده شد و افراد مسلح بودن تو اون ماشین. بازم دوزاری ما به قول معروف نیفتاد که اینا مسلحن، چرا نزدیک ماشین ما. خب البته اون موقع هم افراد مسلح لباس شخصی زیاد بودن در ایران. به هر حال راننده یک نفر بود. این شک من رو برانگیخت، چون من میدونستم که معمولا در این گونه سفرها باید دو
راننده باشه طبق قوانین اداره راهنمایی رانندگی و اینا. ما نشستیم، من خودم پرل دست راننده نشستم باهاش صحبت کردم و گفتم که چرا یک نفری بهت ظلم میکنن، نباید بپذیری که با 2 نفر باشین. ما سعی می‌کردیم این آقای مأمور وزارت اطلاعات که قرار بود ما رو بکشه به حقوق صنفیش آگاه بکنیم. به هر حال بقیه بچه‌ها نوبت گذاشته بودیم که پهلوی او بشینن باهاش صحبت کنن، از خستگی خوابش نبره. به هر حال این رفت تا به طرف به اصطلاح آستارا خارج شد، رفت گردنه جیران که گردنه بسیار مشهوری هستش. از اون گردنه که رفت در یه جایی در ارتفاع بالا این ماشین رفت ماشین رو هدایت کرد به طرف گردنه که پرت بشه. من البته نیمه خواب بودم، شاید خیلی از ماها خواب بودیم. ما دیدیم که ماشین رفت اونجا، اما یک سنگ به صخره بسیار بزرگی بعداً ما دیدیم این میلگاردن ماشین به اون صخره گیر کرده بود. من چیزی که دیدم در اون لحظه موقعی که ماشین رفت به طرف کنار، در چشم باز کردم، من دیدم که راننده پریده از ماشین پایین، یک کیف دستی کوچولو مشکی هم داشت زیر بغلش هست و به سرعت در جهت عکس اتوبوس میدوه. به هر حال اتوبوس معلق ماند. ما پیاده شدیم با ترس و لرز همه و همه خب تصور بود که این خسته بوده و خوابش برده و اینا. بهش غر زدیم که مواظب خودت باش، نمیدونم خوابت نبره، و اونم گفت نه سوار بشین، ما سفر رو ادامه میدیم، من این دفعه مواظب خواهم بود. این اتوبوس رو دنده عقب گرفت، کشید به طرف جاده. موقعی که اتوبوس به جاده اومد و بعد این میرفت به طرف جاده، دوباره با سرعت پاشو گذاشت روی گاز و رفت دوباره که به طرف دره که ماشین رو پرت بکنه و خودش پرید پایین دوباره، که این بار باز همون صخره اولا جلو یه چیز رو گرفته بود و بچه‌هام که اون دیگه همه بیدار بودن ترمز دستی رو کشیده بودن. ما از ماشین پیاده شدیم دیگه، حالا اصلا یک ضربه شدیدی شوکی به ما وارد شده بود. راننده دور شد رفت اون پایین نشست. من یادم منو سپالو دوید به طرفش، گفت تو می‌خواستی ما رو پرت بکنی، حتی بهش دشنام داد و اونم گفت بله ما همتون رو می‌کشیم. حالا دمدمای صبح بود، گرگ و میش بود، هوا داشت روشن میشد. ما همه با ترس و لرز جمع شده بودیم اونجا و اصلا باورمون نمیشد، یعنی این شوکی که وارد شده بود اصلا برای هیچ کس باورپذیر نبود. دفعه اولم فکر کردیم خوابش رفته. به هر حال یک ماشین کم بود تو جاده، چون هنوز صبح زود بود. یک ماشین شخصی اومد، به او گفتیم که این راننده می‌خواسته ما رو پرت بکنه، برو پاسگاه اون بالا شکایت بکن و بگو که پلیس بیاد اینجا. در این حال جالب بود که یک دکه عسل فروشی بود مال یک پسره که شبام همونجا میخوابید، عسل میفروخت. اون به ما گفتش که من دیدم که یک ماشین شخصی اینجا وایساد که کسانی ازش پیاده شدن، با چراغ قوه علامت دادن به راننده اتوبوس که به این طرف بیاد. من فکر کردم دارین شما فیلم سینمایی تهیه میکنین. کلی هم البته خندید. به هر حال پلیس آمد بعد از چند مدتی، ما رو سوار کرد، گفت بریم به پاسگاه. ما و راننده رفتیم پاسگاه. اتوبوس رو هم بوکسل کردن از کنار در کشتنش کنار. در پاسگاه نشسته بودیم و ما شکایت کردیم از راننده دستجمعی. پلیسی که توی پاسگاه بود، افسر پلیس خب نمیدونست که داستان چیه، فکر کرد که خب یه راننده بوده مثلا می‌خواسته اینا رو بندازه به دره یا اینکه خوابش برده. به هر حال گفت من پرونده درست میکنم. به هر حال ایشون نتونست خوب رانندگی بکنه و اینا. مشغول تنظیم پرونده بود که ما دیدیم که اون هاشمی مال مأمور وزارت اطلاعات و 2 نفر دیگه، یک اصغر آقایی بود، حاج اصغر آقا بود، آمدن. ما هاشمی رو از من و سپالو میشناختیمش از شبی که ما رو در خونه رایزن فرنگی سفارت آلمان دستگیر کرده بودند. هاشمی از همون شب ما میشناختیم، با ما صحبت کرده بود، ما رو بارها تهدید کرده بود و غیره. در مورد سعید سیرجانی هم همینطور با همراه با آقای ما به ما گفت بود یک پیام از شما اگه ادامه بدین شما رو هم میکشیم. اینا میشناختیمش. برای وقتی این آمد ما فهمیدیم که قضیه دیگه داره میره به طرف وزارت اطلاعات. بعد اون افسر اومد به ماها گفتش که قرار شده من شما رو بدم تحویل وزارت اطلاعات. من افسر بسیار خوبی هم بود. من بهش گفتم جناب صاحب ما شاکی هستیم، اینا می‌خواستن ما رو بکشن. گفت من هم نمی‌خواستم بدم تحویل وزارت اطلاعات، اما از هیئت دولت و از وزارت کشور همین الان به من تماس گرفتن و دستور دادن که من این کارو بکنم و متاسفم. به هر حال ما تحویل وزارت اطلاعات دادن. وزارت اطلاعات دوباره ما رو سوار همون اتوبوس کرد، بردمون وزارت اطلاعات آستارا. شب اونجا در یه اتاق همه ما رو خوابوندن و البته راننده هم در یه اتاق کنار دست ما میدیدیم رفت خوابید چون خسته‌اش بود. و بعد همون شب شروع کردن از ما یک بازجویی مسخره کردن به این دلیل که سوالاش این بود که چرا می‌خواسته این راننده شما رو بندازه، چه دشمنی با شما داشته، از این سوال‌های مضحک. ما هم اغلب جواب میدادیم ما نمیدانیم. چند نفر ما رو به بیرون احضار کردن، از جمله من و منصور کوشان و اینا، و تهدید می‌کردن و بعد آخر سر از ما تعهد گرفتن که شما نباید این ماجرا رو به کسی بگین. شب رو هم زندانی بودیم. صبح ما برگشتیم تهران که من تا رسیدم به هوشنگ گلشیری زنگ زدم، ماجرا رو گفتم بهش و بچه‌های دیگه هم به جاهای دیگه گفتم. خب یک سوال نخست،
پرسش روشن است. خواهش می‌کنم پاسخ روشن بدید آقای سرکوهی. قبل از این بنده خدمتتون عرض کنم که زمینه آماده بشه. میگید استاد دانشگاه رو گفته بودن که نره به این سفر. میگید به مسعود بهنود ویزا نداده بودن. میگید به توسرکانی که اون موقع سردبیر دنیای سخن بود گفتن تصادف کرده. به شما گفتن که توسرکانی تصادف کرده و نیامد، در حالی که این خبر همسرش گفتن. توسرکانی گفت همسرم تصادف کرده من نمیتونم بیام. و درست بود این؟ نمیدونیم. حالا بذارین من سوال یکی از دوستان فیسبوک در همین زمینه خیلی سریع مطرح میکنیم. خواهش می‌کنم بعدش پاسخ بفرمایید. آیا کسی از همراهان بوده که نقش نفوذی را بازی می‌کرده و یا نه همه مسافران قربانی بودند؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینید یک نکته توجه بکنید که در این ماجرا واقعا ارمنستان ما رو دعوت کرده بود، اتحادیه نویسندگان ارمنستان. قرار بودن با ترمینال بیهقی بریم. اگر با ترمینال اتوبوس‌های اونم می‌رفتیم هیچ اتفاقی برای ما نمی‌افتاد. از یک جایی وزارت اطلاعات وارد این پروژه شد و اتوبوس رو عوض کرد، یعنی اتوبوسی که مال خودش بود و راننده‌ای هم که مثلا مأمور او بود. اینکه چگونه اتوبوس عوض شد رو کسانی که تدارک سفر رو کردن میدونن، ما نمیدونیم. بنابراین حالا این یک نکته هستش. این نکته که آیا کسانی بودن که نفوذی بودن یا نبودن واقعا نمیشه بهش جواب داد، چون این کار بسیار سختی است. اصل قضیه این است که وزارت اطلاعات می‌خواست ما رو بکشه و خوشبختانه اون سنگ و هوشیاری بچه‌ها در بار دوم ما رو نجات داد. کسایی که تدارک این سفر رو چیده بودن و باید از اونا پرسید منظورتون کیان؟ آقای صدیقی بیشتر بود با اون آقای سیمونیان. البته آقای سیمونیان بعداً یک مقاله نوشت در یکی از مجلات ایران بعدها و گفتش که من هم در جریان تغییر اتوبوس نبودم، اما به هر حال اینها میدانن ماجرا چیست. البته اینا نمیدونستن که قرار ما رو بکشن، چون آقای صدیقی خودش هم تو اتوبوس بود. بسیار خوب. من قبل از اینکه سوال بعدی رو بخوایم وقت داریم خوشبختانه هنوز مطرح بکنم، دو تا سمتی رو که و یه اسمی رو که مطرح شد آقای سرکوهی مطرح کردن. یکی اون راننده که دیگه روشن شده است که اسمش خسرو براتی بوده است که در این تیم ترور نه فقط در پیوند با این اتوبوس بلکه در تیم ترورهای دیگر به ویژه مختاری و پوینده هم بوده است. هاشمی که صحبت شد که گفتن میشناسنش همون مصطفی کاظمی است که عرض کردم به اینها همه در جمعه هفته آینده خواهیم پرداخت. باری اجازه بفرمایید سوال دیگری رو بشنویم باز میگردیم. لطفاً از مهمان برنامه بپرسید چرا به نظر او وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجدداً اقدام به ترور افراد داخل اتوبوس نکرد. آقای سرکوهی خب روشن است که خیلی از همینطور که این دوست نوشته بودن خیلی از قتل‌های ناموفق بوده است که بعد از چند بار موفق شده جمهوری اسلامی این ترور رو صورت بده. خواهش می‌کنم بفرمایید. ببینید اولا دوباره جمع کردن این همه آدم که عملی نبود. این هم اگر اتحادیه نویسندگان ارمنستان اگه دعوت نکرده بود ما همه جمع نمی‌شدیم. بعدم چرا اقدام کرد؟ خود من رو بودن در بعد اعلام کردن آقای رفسنجانی، آقای رئیس جمهور بود، آقای ولایتی وزیر خارجه و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات رسما اعلام کردن، نامه نوشتن، در مصاحبه هم گفتن که این در آلمان است می‌خواستن منو بکشن. بعد اون البته کمپین بزرگ جهانی راه افتاد و نشد. یعنی اینطور نیستش که مثلا بعداً هم اقدام نکردن. منتها اینکه همه رو دست جمعی 22 نفر رو یک جا جمع بکنن خب براشون عملی نبود. آقای سرکوهی سوالی است از یکی از دیگر از دوستان فیسبوک که من خیلی جاهای دیگه هم دیدم این سوال رو که چرا اینقدر کم روی این موضوع کار شده. ببینید الان 17 سال گذشته از اون ماجرا، ما چقدر روایت سر و صدا کن در واقع شنیدیم از این موضوع، یعنی روایتی که هم وزن این اتفاقی بوده باشد که افتاده. منصور کوشان در کتابی این رو روایت کرده و محمد علی که هنوز چاپ نشده آنچه که محمد علی روایت کرده و دیگر جایی نیست بجز چیزای پراکنده‌ای که شما اینجا و اونجا باهاتون مصاحبه شده. چرا به طور جدی چاپ نشده، منتشر نشده اصلا این خبر؟
من خودم در کتاب یاسوداس خودم نوشتم، البته کتابم چاپ شده، دوبار چاپ شده در خارج از کشور. همونطور که گفتید منصور کوشان نوشته، محمد ممدلی نوشته، دیگران هم نوشتن. اما واقعیت قضیه این هستش که خب کسانی که در این سفر بودند بعداً در ایران زندگی می‌کردند و نمی‌شد که به اصطلاح اونجا امکان نوشتنش رو ندارن. می‌دونیم که اگه بنویسن با خطر مواجه میشن. از طرف دیگه منم اون وقتی آمدم خارج کشور نوشتم، منصور کوشان هم همچنین. و بعد هم شایع بود که غفار، چون وقتی ما برگشتیم ماجرا رو برای همه دوستان و جمع نویسندگان اینا تعریف کردیم، غفار حسینی که رفته بود پاریس گویا در یک سفری این ماجرا رو ضبط کرده، وقتی برگشته میگویند یکی از دلایل کشتن غفار حسینی هم همین بوده. اینکه این ماجرا چرا مطرح نشده، خب ماها که در اون جریان بودیم مطرح کردیم، من نوشتم در یاسوداس، دیگران بقیه هم که در ایران خب براشون دشوار هست بنویسن. و از طرف دیگه واقعیت قضیه این هستش که بعد از اینکه این ماجرای اتوبوس در واقع در اون موقع چندین ماجرای مختلف رخ داد که مهمتر از ماجرای اتوبوس بودن. یکی رو بودن من و اون داستان کمپین بین‌المللی درباره من بود و بعد کشتن مختاری و پوینده و فروهر و اینها بود. یعنی ماجراها به قدری پی در پی رخ داد و قتل‌های زنجیره‌ای آمد. این پرونده به قدری مسائل مختلف شد که این سفر در واقع در سایه اون مسائل دیگه قرار گرفت. سپاسگزارم از شما آقای فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و سردبیر مجله توقیف شده آدینه و عضو مؤثر جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران که در آغاز صحبت آقای سرکوهی صحبت کردن درباره نقش مؤثر جمع مشورتی که در واقع به جای می شود گفت تا حدودی به جای مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران گاهی تشکیل جلسه میداد، گاهی به جای هیئت دبیران کانون تشکیل جلسه میداد چون تعدادش متفاوت بود در ایران. و به هر حال این به تاریخچه کانون نویسندگان ایران مربوط می شود که باید در فرصت دیگری در این باره صحبت بکنیم. آقای سرکوهی سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید. شبتون بخیر. منم از شما متشکرم. خداحافظ شما.